که زنکای خوشرو خطونه چی دیخه پیچونده نفساتون نمیگیره ای چی هفتین لباساتونه اینجا شما در نه افغانستان نه ایران بروین گم شوین افغانستان یا ایران بعدی خیلی لباساتونه پوشین ویدی شهر ما را ویران کرده گفته. امروز این داملاهای بی غیرتی که در خانه ها نشستن و در مقابل این ظلم و ستم و قوانین غیر انسانی و غیر اسلامی که داره در تاجیکستان از طرف حکومت تنفیذ میشه ساکت نشستن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم اینا رو میگه مثلهم کمثل الکلب، اینها مانند سگ ها هستند. یا میگه مثلهم کمثل الحمار، مانند الاغ هستن یحمل و اسفارا. این علمی که دارن، این لقب های داملا و ملا و مولوی و شیخ و فلان که دارن، این علمی که اینها دارن مثل بار